سلام به چنل یوتیوب من، خوش اومدید. امروز میخوام در مورد خوابگاه و زندگی دانشجویی صحبت کنم. با من همراه باشید که قرار کلی اطلاعات مفید رو بهتون یاد بدم. خیلیاتون قراره به امید خدا برای اولین بار وارد زندگی دانشجویی، وارد زندگی خوابگاهی بشید. خیلیاتون هیچی در مورد زندگی خوابگاه نمیدونید و اولین تجربه زندگیتون قراره باشه. من خودم 2 سال از کارشناسیمو تو خوابگاه بودم، 2 سال اول. بعد 2 سال از سال سوم به بعد من خونه گرفتم و وارد یه زندگی جدید شدم که خب اونم خیلی از چالش‌های خودش رو داشت. حالا یه ولاگ دیگه هم در مورد اون میگیرم براتون. امروز میخوام در مورد خوابگاه صحبت کنم، وسایلی که نیاز خوابگاهه، شرایطی که تو خوابگاه براتون پیش میاد، چیکار کنید بهتون خوش بگذره، چیکار نکنید که بهتون بد نگذره. تو خوابگاه اول بیایم در مورد محیط خوابگاه صحبت کنیم. تو خوابگاه ممکنه خوابگاهتون 2 طبقه، 3 طبقه، 4 طبقه، 5 طبقه باشه. خوابگاه ما اینجوری بودش که 3 تا ساختمون 2 طبقه داشتش و به نسبت خوابگاه‌های دیگه کوچیک‌تر بود. سر صداش کمتر بود، رفت آمدش کمتر بود، صمیمیت بیشتری حاکم بر خوابگاه بودش، چون یه ساختمون 2 طبقه داشتش و ما مثلا توی ساختمون 2 طبقه بودیم. با این ساختمون 2 طبقه بغلی یا پشتی کار نداشتیم و ما فقط خودمون بودیم. حالا طبقه بالا که بودیم بیشتر با طبقه بالایی صمیمی بودیم تا طبقه پایینا. اینا چالشایی هستش که هر چقدر تعداد کمتر باشه به نفع هممونه. خب من در مورد خوابگاه خودم، حالا من تو خوابگاه خودمون فقط زندگی کردم و الان سال آخر کارشناسیمه و تجربه زندگی تو خوابگاه دانشگاه دیگر رو ندارم. خوابگاه ما اینجوری بودش که طبقه اول تعدادی اتاق داشت، طبقه دوم هم تعدادی اتاق بودش. مثلا 1 2 3 4 5 6 تا اتاق داشت توی طبقه. 6 تا اتاق بود، یک آشپزخونه مشترک. بعد تو هر اتاق یخچال خودشو داشت، ولی آشپزخونه و گازایی که تو آشپزخونه بود، 6 تا اتاق بودیم 4 تا گاز داشت و اینجوری خودمون مثلا هندلش میکردیم. حالا وقتی که شلوغ‌تره نمیتونیم، مثلا نمیرفتیم آشپزی کنیم یا کنار می اومدیم. خب بالا چند شعله بودش و این داستانه. ولی هر اتاق، مثلا اتاقی که من سال اول بودم به نسبت بزرگتر از اتاق سال دومم بود. یا اتاق خیلی دلباز، پنجره بزرگ و 3 تا تخت 2 نفره داشت، یعنی 6 نفر توی اتاق داشتیم زندگی میکردیم که یخچال خودشو داشت، مثلا دیگه کولر خودشو داشت و اینکه یه اتاق مجهز بود دیگه. تو اتاق که 6 نفر بودیم با هم دیگه غذا میخوردیم، با هم دیگه معاشرت میکردیم، همه با هم دیگه دوست بودیم و کاری میکردیم که با هم دیگه انرژی خوب بدیم و به ما خوش بگذره. تو خوابگاه خیلی 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 مهمه با کیا هم اتاق میشید. واقعا باید سال اول که باشید نمیشناسید کسی رو. سال اول من واقعا زندگی جوری برام چید که هر 6 نفری که تو اون اتاق بودیم یک وایبو داشتیم، یعنی دور از هم نبودیم، دنیاهامون مخالف هم نبود، حرفای همدیگه رو میفهمیدیم. خب این خیلی مهمه که حالا سال دوم خودتون میتونید انتخاب کنید با کیا هم اتاق باشید، گروه بزنید، از این داستان. خب سال اول آدم کسی رو نمیشناسه، قاعدتا همینجوری میره فقط از تنها. اتاقی که بگم آقا من از این خوشم میاد میرم تو اون اتاق زندگی میکنم. حالا میخوایم در مورد وسیله هایی که باید با خودتون ببرید خوابگاه و نیاز شخصی خودتون رو برطرف کنید صحبت کنیم. من یه پست داشتم تو اینستاگرام در مورد وسایل خوابگاه. حالا از اون عکس گرفتم که اگه چیزی یادم رفت اینجا براتون بگم. اول از همه در مورد لوازم آشپزخونه صحبت کنیم. بچه شما باید خودتون آشپزی کنید.
خودتون ظرفاتون رو بشورید، کسی نیست ظرفاتون رو بشوره، کسی نیست غذای داغ بذاره جلوتون. ما سال اول تو خوابگاه، سال دومم اینجوری بودیم، تقسیم بندی کار میکردیم. من غذا مثلا درست میکردم، یکی سفره میذاشت جمع میکرد، یه نفر ظرف میشد، 3 نفر چای میذاشت و مثلا از قبیل این کارا. تنها باشیدم بد نیست. یه نصیحت 2 ساله. تنها باشیدم بد نیست. نه اینکه جبهه بگیرید، نه، اونا غذاشون آماده کردن تو هم میری غذایی که آماده کردی و باهاشون میل میکنی، کنارشون میشینی، باهاشون دوستی، ولی خود آشپزی خودتو میکنی. هم اونوری خیلی کیف میده، هم این که تکی باشی خیلی کیف میده. مثلا میتونید آخر هفته بگی که آقا منم باهاتونم، چی نیاز است منم بدم، ولی تنها باشید به نفعتونه. یادتون نره. خب در مورد لوازم بیایم در مورد چیایی که با خودتون باید ببرید خوابگاه. شاید یه نفر چیزایی ببره که اصلا به دردش نمیخوره. خوابگاه یه محیط کوچیکه بچه‌ها. شما اندازه یه اتاق خواب جا ندارید، شما اندازه یه تخت و بغل تخت جا دارید و همه وسیله هاتون رو باید یا زیر تختتون بذارید یا بالای تختتون بذارید یا اون بغل که یه ذره جا بهتون میدن جا بدید. پس نیاز نیست شما 10 جفت کفش ببرید، اصلا نیاز نیست، اصلا. یعنی ببرید نمیدونید کجا بذارید، چون تو خوابگاه جا نیست. خب اول از همه با لوازم آشپزخونه شروع میکنیم. لوازم آشپزخونه که چون خودم خیلی شکموام، به نظرم مهمترین لوازمیه که با خودتون ببرید خوابگاه. لوازم آشپزخونه من از روی میخونم، حالا اینم نوشته خودمه، پست اینستاگرام خودم، فکر نکنید حالا رفتم جای جمع کردم که رفتم از جای جمع کردم، ولی خب این پست اینستاگرام خودمه. لوازم آشپزخونه: قابلمه. شما میتونید قابلمه های کوچیک، یه سایز کوچیک، یه سایز یکم بزرگتر، مثلا برای دم کردن ماکارونی، مثلا برای دم گذاشتن یه خورشتی. خب مثلا 2 تا قابلمه دیگه دوست داشتید میتونید 3 تا، دیگه واقعا از 3 تا بیشتر نبرید، قابلمه جا نیست. قابلمه مایتابه. مایتابم که برای سرخ کردن و اینا، به نظر من 2 تا مایتابه، چون فکر کنید یکی رو دارید مرغ سرخ میکنید، دوست دارید یه برش هم سیب زمینی سرخ کنید. 2 تا مایتابه کافیه، بیشتر نبرید، جا نیست. مهمترین چیزی که من سال اول نمیدونستم مهمترین چیز تو خوابگاه اینه: حتما کتری ببرید. چون شما چایخور باشید، چایخور نباشید، تو خوابگاه چایخور میشید. پس حتما با خودتون کتری، قوری، فلاکس هم ببرید، راحت میشید. حالا چون میخواید مثلا درس هم بخونید دیگه، میخواید برید درس بخونید، یه فلاکس چای همراهتون باشه خیلی بهتره. قاشق و چنگال، چاقو، بشقاب. بشقاباتون مثلا 2 تا سایز بردارید. یه مثلا سوپخوری طور هستش، کوچولو طور، یه بشقاب مثلا بزرگتر، بس چی شد؟ قاشق، چنگال. حالا من عکسش هم براتون این گوشه میذارم که خواستید اسکرین بگیرید داشته باشید. چنگال، چاقو، بشقاب، کاسه، لیوان، ماگ. چی بود؟ ماگ. اگه پوستتون حساسه، حالا من دستکش نبردم، اگه پوستتون حساسه دستکش ببرید. و یکی از مهمترین وسیله هایی که تو آشپزخونه نیازتون میشه آبکشه. من یه آبکش گرفتم، از اینای آبکش بزرگا که کاسه هم داره زیرش، آبکشش جدا میشه، یه کاسه زیرش هستش. این خیلی مهمه بچه ها. ظرفاتون رو که میشورید میذارید تو اون، آبش میره، بعد جا به جا میکنید. یعنی اگه این زیرو نداشت اسیر بودیم، همه جا خیس میشد. پس یادتون نره آبکش بگیرید برای خودتون، آبکشی که زیره داشته باشه، خیلی راحت تر میشید اینجوری. بعد سیم ظرفشویی، اسکاچ، این داستانی که ظرفاتون رو باش بشورید. تو خوابگاه ها مایع هست، مایع ظرفشویی و مایع دستشویی هستش.
شما دیگه نیازی نیست که اینو تهیه کنید. و سفره، حالا پارچه مثلا زیر سفره میخواید ببرید، سفره میخواید ببرید، سفره یه بار مصرف ببرید، راحت ترید. سفره خیلی سخته، سفره معمولی تمیز کردنش خیلی سخته، خشک کردنش خیلی سخته، ولی زیر سفره هم ببرید میتونید بتکونید و راحت. زیر سفره یک بار مصرف رو من بهتون شدیداً پیشنهاد میکنم، چون بعد غذا آدم سختش میاد بلند شه. همین مثلا باقی مونده غذا رو توش خالی میکنی، بشقاب رو تمیز میکنی، سفره رو جمع میکنی، میندازی دور. بعد اینا فکر کنم لوازم آشپزخونه تموم شد. دستگیره یادتون نره. دستگیرم مهمه، دستگیره یادتون نره. خب لوازم آشپزخونه تموم شد. حالا میایم تو لوازم بهداشتی. لوازم بهداشتی یکی از مهمترین وسیله هاست دیگه، بهداشت شخصی و این داستانا. حمومتون عمومیه، شما اونجا حموم شخصی ندارید. یکم که الان دارم توضیح میدم به نظرتون کثیف میاد، به نظرتون نمیتونید برید اونجا دوش بگیرید و حموم کنید و این داستانا، ولی خب درسته بقیه هم اونجا دوش میگیرم ولی تمیز میکنم. ایشالله که تمیز میکنید، تمیز کنید. آخر هفته بابا این حشره ما رو کشت. برو. آخر هفته هم یه خانمه می اومد برای ما سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه، گاز اینا رو تمیز میکردن، ولی خب یه جاییه که عمومیه، شخصی نیست. لوازم بهداشتی: مسواک، خمیر دندون، حوله، شامپو، صابون یا شامپو بدن که استفاده میکنید، لیف حموم، مایع لباسشویی یا تاید، چون اگر خوابگاهتون لباسشویی که داره 100%، اگه دوست داشتید خوب از لباسشویی خوابگاه استفاده کنید، مایع لباسشویی ببرید، چون نمیذارن تاید استفاده کنید، میگم مایع لباسشویی بریزید. حالا خوابگاه ما اینجوری بود، و میگفتن که مثلا مایع لباسشویی استفاده کنید. حالا اگه دلتون بر نمیداره، چون ماشین لباسشویی هم عمومی بودن، اگه دلتون بر نمیداره خب تایت بگیرید که براتون خودتون بشورید دیگه. بعد 2 تیکه لباسه، چرا سختیتون میاد؟ خودتون بشورید دیگه. بعد هیچی دیگه، دستمال کاغذی، دستمال توالت، این داستانا نیستش تو خوابگاه و خودتون باید داشته باشید. شونه، ناخونگیر، تشت برای لباس اگه میخواید خودتون لباس بشورید، تشت هم باید ببرید. و کاری که خودم کردم بچه ها، من علاوه بر این که یه تشت داشتم برای لباس شستن، من یه تشت مستطیلی داشتم، توش چیا میریختم؟ شامپو بدن، صابون، لیف و مسواک و خمیر دندونم هم توی ظرف استوانه میذاشتم و مینداختم تو این تشت مستطیلیم. خب و میخواستم برم حموم، اینو میذاشتم روی یه تاقچه، روی یه چیزی میذاشتم که به زمین برخورد نداشته باشه. و مثلا شامپو میخواستم از تو این ظرفم برمیداشتم، شامپو استفاده میکردم، دیگه نمیمالیدم به زمین، میذاشتم تو همون بمونه و این خیلی احساس تمیزی بهم میداد و باعث میشد که مثلا ظرف صابونم، ظرف شامپوم کثیف نشه، دستم کثیف نشه. اگه دوست داشتید این کار رو میتونید بکنید و خیلی به نظرم بهتر از اینه که شما شامپو صابون رو بگیرید دستتون برید همون جا پیدا کنید بذارید زمین، خب واقعا کثیفه. بعد اگه ناخونتون اینجوری نیستش، ناخون گیرم ببرید دیگه، نیاز میشه ناخون پاتون رو بگیرید اگه جلوش نیست. خب وسایل شخصی که باید ببرید خوابگاه. بچه به هیچ عنوان نیاز نیستش که شما شناسنامه‌تون رو ببرید خوابگاه. اصلا همچین کاری نکنید. ما تو خوابگاه که بودیم شناسنامه یکی از بچه‌ها گم شده بود و واقعا دردسر داره. موهای من چرا پوفه. شناسنامه‌تون اصلا نیاز نیستش که تو خوابگاه باشه. کپی شناسنامه‌تون رو ببرید. کپی شناسنامه کارتون رو حل میکنه. حالا ثبت نام دانشگاهتون که تموم شده، شما قرار نیست معاملات
چند میلیاردی جابجا کنید که شناسنامه‌تون نیاز باشه. پس شناسنامه نبرید چون دردسرش خیلی زیاده، اگه خدایی نکرده گم بشه. کارت ملی نیازه، کارت بانکیاتون نیازه. ماشین اگه دارید خب گواهینامه ببرید، اگه ماشین ندارید گواهینامه‌تون هم نیاز نیست حتی ببرید. الان گواهینامه من تو کیف پولمه میذارمش خونه، نمیبرم. بعد ماشین ندارم. دوشک، رو تختی، بالش، پتو، رگال برای آویزون کردن لباس. اگه خوابگاهتون کمد شخصی داشته باشه خب بازم همین لباساتون جا نمیشه و مجبورید. من کنار تخت لباسامو آویزون کرده بودم. از این آویزای پشت در هستش، میذارن پشت در یه چیز آویزون میکنن، اینو گذاشته بودم اینجا. مثلا این تخت میله تخت اینجا آویزون کرده بودم، این اومده بود پایین و رگالامو روش آویزون کرده بودم و خیلی مرتب بود و خیلی راضی بودم دیگه. بعد ملافه، مثلا رو تختی طور یه پتوی نازک ببرید که جدا از پتویی که استفاده میکنید روی تختتون بندازید. حالا عکسش مشخص نیست، من واسه خودم رو بهتون نشون میدادم، بمونید. واسه خودم مشخص نیست ولی برای دوستان مشخصه. بیاید نگاه کنید. این ببینید، میبینید اینجوری یه ملافه پک کردن روی تختشون. خب این خیلی باعث میشه که دوشکشون تمیز بمونه. حالا ملافه شستن کارش خیلی راحت تر از این که بخوای تو دوشکت رو روش رو باز کنی، ببری بندازی لباسشویی، حالا خودت بشوری و این داستانا. بعد بازم من چی یادم رفته؟ آها، اگه مثلا اذیت میشید رو زمین بشینید، رو فرش و موکت خوابگاه، اگه جونتون یه جوری میشه مثلا رو فرشی کوچولو میتونید با خودتون ببرید. یعنی جا هست که رو فرشی خودتون رو پهن کنید، مثلا روش بشینید درس بخونید و این داستانا. بعد دمپایی با خودتون ببرید. یه دمپایی که توی سالن باهاش بچرخید، یه دمپایی که توی اتاق اگه دوست داشتید به نظر من که ببرید، چون فرش و موکت خوابگاه اینقدی نرم و لطیف نیستش که به پاهاتون، به پوست پاهاتون صدمه نزنه. پس 2 تا دمپایی با خودتون ببرید. و سراحی یادتون نره ها، ممکنه پریز برق اون ور باشه شما این ور باشید. یه سراحی با خودتون حتما ببرید که مثلا گوشتی، لپتاپ میخواید بزنید مثلا کار کنید باشون، حتما میخواید رو تخت بشینید، اسیر نشید که برید جلوی یخچال بشینید مثلا. ببرید با خودتون. و وسایل روتین پوستیتون هم دیگه، کرم برم که اینا هم دیگه خودتون میتونید، لوازم آرایشیتون، یا آینه کوچیک با خودتون ببرید. ممکنه تو اتاقتون، مثلا برای ما تو اتاقمون آینه نداشت، آینه‌مون بودش تو سالن و بعضی از بچه‌ها حالا میخواستن سر پا آرایش کنن، میرفتن مثلا تو سالن پا میموندن، یکی اینجوری بود یکی اونجوری بود. حالا من خودم آینه کوچیک برده بودم با خودم و با همون نیازمو برطرف می‌کردم. و باز چی مونده؟ وسایل شخصی رو گفتم. نمیدونم این نور رو چرا از اول روشن نکرده. ناشی 0 کیلومترم من. خب تازه شروع کردم دیگه، حق دارم که یادم بره نور رو روشن کنم. این میشه گفت دومین ولی که جدی پیجمه. حالا خیلی سفت و سخت دوست دارم یه روز خاصی آپلودش کنم، یه ساعت خاصی آپلودش کنم و این داستانا. شما اگه دوست داشتید تا اینجای ولاگ همراه هم بودید، سابسکرایب هم کنید، همراه هم باشید، چون قراره کلی آموزش های جالب براتون بذارم. غذاهای دانشجویی که میتونید 3 سوت درستش کنید و بعد از خستگی دانشگاه میل کنید و اینجور کارا. زندگی تنهایی رو براتون به تصویر بکشم. داشتم میگفتم در مورد لباسایی که میخواید ببرید. بچه ها، شما نباید به نسبت جایی که الان هستید لباس جمع کنید و برید به اون جایی که قبول شدید. متوجه شدید چی گفتم؟ مثلا شما جنوب داری زندگی میکنید، جنوب هوا گرمه، جنوب پالتو نیاز نداره، قبول میشید تبریز، قبول میشید اردبیل، چون اونجا یخ هوا.
و شما باید لباسهای گرم با خودتون ببرید. متوجه شدید چی گفتم؟ پس قبل اینکه حرکت کنید هواشناسی اون شهر رو چک کنید، ببینید هواش چجوریه. اگه شهر بارونی شمال قبول شدید حتما با خودتون چتر، پوتین و این داستانا رو ببرید. اگه جای سردسیری مثل اردبیل که همش برف میباره، مثلا تبریز که همش برف میباره، سرده، لباسای خیلی مثلا گرمتر باید ببرید که سردتون نشه و این داستانا. فکر کنم برای این ولاگم کافی باشه این اطلاعاتی که دادم. امیدوارم براتون مفید باشه، دوست داشته باشید و به دردتون بخوره. یعنی الکی نباشه که اینقدر تایم گذاشتید و چیزی به دردتون نخوره و این داستانا. حالا تو ولاگ بعدی میخوام در مورد رفیق بازی و کدوم تختو بگیرید و این داستانا، زندگی خوابگاهی براتون توضیح بدم. امیدوارم دوست داشته باشید. ولاگ بعدی هم پیش دارم بهتون میگم، ایشالله دوست داشته باشید و اینجوری موفق باشید. امیدوارم زندگی دانشجویی، زندگی خوابگاهی کلی بهتون خوش بگذره. امیدوارم هر کسی که دوست داره وارد دانشگاه بشه همین امسال وارد دانشگاه بشه و قائل کنکور و کتاب و این داستانا رو ببنده و وارد دانشگاه شه. دوستتون دارم. سابسکرایب یادتون نره.